اینقدر با وردن زدم تا شکست، نمیشکست که، دستمم بریدم. خب بریم قالب این خونه وارمری قشنگمون رو بسازیم. سیلیکونمون رو درست میکنیم، خونمون رو میکنیم سیلیکونی. بعد پس قالب فایبرگلاس روش میزنیم. بعد این شکلی میشه. بعد اینجوری داخلش هم سیلیکونی میکنیم. بعد سیلیکون داخلش رو میاریم بیرون. اینجا هرچی تلاش کردم خونه سرامیکیمون از داخل قالب خارج کنم خارج نشد. مجبور شدم بشکونمش. اینقدر زدمش تا شکست. نمیشکست که، خیلی محکم بود. اینجا میبینید که لبه های سرامیک دستم و برید و چسب زدم. بعد اومدم این ور اون ور پس قالب فایبرگلاسمون رو برش زدم تا تولیدی خونه وارمریمون راحت از داخل قالب خارج بشه. و اینم شد قالب سیلیکونی خونه وارمریمون با پس قالب فایبرگلاسش. موقع تولید باید با یه چسب دو طرف پس قالب رو به همدیگه نزدیک کنیم، قالب سیلیکونی رو داخلش بذاریم و مواد رو داخل قالبمون بریزیم. به همین راحتی. اگه از آموزش خوشت اومد سیوش کن و اونو برای یکی از دوستات بفرست تا اونام این آموزش رو ببینن و یاد بگیرن. داخل ویدیو بعدی آموزش ساخت خونه وارمری رو با این قالب بهتون نشون میدم. پیجمو فالو کن تا بتونی آموزش بعدی رو ببینی.